مایک تایسون، یک ماشین جنگی. ولی یه چیزی بود که کمتر کسی بهش دقت میکرد. چیزی که شاید یکی از بزرگترین رازهای قدرت وحشیانه‌اش بود. گردن مایک تایسون چیز غیر عادی بود. یه سپر دفاعی طبیعی که باعث میشد ضربه ها رو بهتر از هر کسی تحمل کنه و در عین حال خودش ضربه هایی بزنه که انگار با پا توی صورت حریفا فرود میاد. امروز قراره بریم توی دنیای مایک تایسون و رمز و رازهای گردن عجیب و غریبش رو کشف کنیم. یه بوکسور معمولی گردنش حدود 40 سانتی متر دورشه، ولی تایسون گردن این آدم 50 سانتی متر بود. یعنی گردن تایسون از بعضی کمرها ضخیم‌تر بود و این فقط یک موضوع ظاهری نبود. این یه برتری وحشتناک توی رینگ بود که کمتر کسی درک میکرد. یه گردن قوی یعنی چی؟ یعنی ضربه هایی که به صورت و فک وارد میشه راحت سر رو تکون نمیده و احتمال ناکاوت شدن رو کمتر میکنه. به همین خاطر تایسون توی اکثر مبارزاتش حتی وقتی ضربه سنگین میخورد سرش مثل یک ستون محکم میمون و اجازه نمیداد مغزش تکون بخوره. ولی خب همچین گردنی همینجوری رشد نمیکنه. تایسون از همون 13-14 سالگی توی کمپ کازداماتو تمرین‌های گردنی انجام میداد که آدم از دیدنشون کمردرد میگیره. یکی از معروفترین تمریناتش چی بود؟ نیک برچ یا پل گردن. تایسون سرش رو روی زمین میذاشت، بدنش رو بالا نگه میداشت و فقط با استفاده از عضلات گردنش خودش رو بالا و پایین میبرد و نکته اینجاست که این کار رو هر روز انجام میداد. این تمرین نه تنها گردنش رو قوی میکرد بلکه باعث میشد انعطاف پذیریش هم وحشتناک بالا بره و اگه دقت کنید این تمرین دقیقاً چیزی بود که بوکسورهای قدیمی مثل جک دیمسی و جو فریزر هم انجام میدادن. ولی تایسون این کار رو در سطحی دیوانه‌وارتر انجام میداد. توی بعضی مصاحبه هاش گفته که روزانه 500 تا پل گردن میرفته. فکر کن 500 تا. فقط تصورش رو بکن. سرت رو روی زمین بذاری و این همه تکرار انجام بدی، اونم هر روز. خب حالا سوال اینجاست، این گردن غول پیکر چجوری توی مبارزات بهش کمک میکرد؟ جوابش ساده است. همه چیز درباره جذب ضربه هاست. وقتی یه بوکسور ضربه میخوره مغزش توی جمجمه‌اش تکون میخوره و این باعث ناکوت میشه. ولی تایسون با این گردن عجیب و غریب میتونه شدت این تکون رو به حد اقل برسونه و باعث بشه ضربه های حریف اثر زیادی روش نذارن. مثلا مبارزش با فرانک برونو رو ببینید. برونو یه بوکسور وحشی بود، مشت های سنگینی داشت ولی هرچی به تایسون ضربه میزد انگار فایده ای نداشت. گردن تایسون اونقدر قوی بود که باعث میشد نه تنها ضربه رو تحمل کنه بلکه سریع واکنش نشون بده و حمله کنه. و یه چیز دیگه، گردن قوی نه تنها بهت کمک میکنه ضربه ها رو تحمل کنی بلکه باعث میشه وقتی ضربه میزنی قدرت مشت هم بیشتر بشه، چون وقتی گردنت قویه سر و بدن اتصال محکم دارن و وقتی مشت میزنی نیروی بیشتری از بدنت به دستت منتقل میشه. به همین دلیله که وقتی تایسون مشت میزد حریفاش حس میکردن با کامیون تصادف کردن. حالا سوال اینه، آیا امروزه کسی میتونه همچین گردنی داشته باشه؟ واقعیت اینه که دیگه کمتر بوکسور این تمرین ها رو انجام میده، چون بوکس مدرن بیشتر روی سرعت و تکنیک تمرکز داره تا قدرت مطلق. ولی یه نفر گردن خیلی قوی داره، تایسون فیوریه. البته گردن فیوری از تمرین های پل گردن نیست بلکه به خاطر ساختار بدنی طبیعیشه. گردن مایک تایسون فقط یک ویژگی فیزیکی نبود، این یه اسلحه مخفی بود، یه چیزی که باعث میشد هم ضربه های حریف رو بخوره و تکون نخوره، هم قدرت ضربه های خودش رو چند برابر کنه. و یه چیزی که اینو فوق العاده تر میکنه اینه که خودش این گردن رو ساخت با تمرین های وحشانه‌ای که کمتر کسی جرأت انجام دادنش رو داره. شاید تایسون دیگه توی رینگ نباشه ولی درسایی که ازش میگیریم هنوز هم زنده است. اگه میخوای بوکسور قدرتمندی باشی
گردنت رو قوی کن، چون شاید همین عضله گردن که کمتر کسی بهش توجه میکنه تفاوت بین یک قهرمان و یک بازنده رو مشخص کنه. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، کامنت بذارید و حتما سابسکرایب کنید، چون قرار ویدیوهای خیلی خفن‌تری براتون بسازم. تا ویدیوی بعدی قوی بمونید.